اجازه بدید دعوت بکنم از جناب آقای دکتر نصیری قیداری، رئیس محترم دانشگاه شهید بهشتی، برای ایراد سخنرانی روی سن تشریف بیارن. تشویق بفرمایید آقای دکتر نصیری رو. بفرمایید آقای دکتر. بله، با تشویق‌های شما لطفاً. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود از عدم. برای من باعث افتخار هست که برای چندمین بار در این جشنواره بسیار دلنشین و بسیار ارزشمند و پر از انرژی، پر از سخاوت، پر از معرفت، پر از علم و اخلاق حضور پیدا می کنم. به جناب مهندس جمیلی عرض کردم موقع نشستن، بعد از یک کار پیوسته از ساعت 6:30 صبح تا الان که هیئت رئیسه دانشگاه رو زودتر هم تعطیل کردم که با عشق و علاقه به این جمع برسم، 1.5 ساعت هم در ترافیک. خیلی بیشتر از اینها ارزش داره که آدم در یک چنین جمعی حاضر بشه. و افتخار بکنه که این چهره‌های نورانی و این انسان‌های با معرفت رو ببینه و این حرکت زیبا و این درختی که امروزه تناور شده و شاخه‌های پرباری رو به خود گرفته. جناب مهندس جمیلی همشهری با افتخار من قدم در راه بسیار زیبایی گذاشته. من اینکه از جناب مهندس به عنوان همشهری یاد میکنم، همه هموطنان ما، همه همشهریان ما، همه ملت عزیز ما، قلباً ما با هم پیوند قلبی داریم، ولی خب همشهری بودن یک پیوند مضاعفی دارد. چند هفته پیش بود که بزرگداشت جناب پروفسور سبوتی رو از طرف یونسکو داشتیم. اونجا هم بنده فرصت داشتم دقایقی به عنوان شاگرد ایشان مطالب رو عرض کنم و از ایشان به عنوان استاد و همشهری یاد کنم. دیروز مراسم شهید شهریاری رو داشتیم. افتخار داشتم در اونجا دقایقی صحبت کنم و از این دانشمند خوشنام شهید بهشتی به عنوان همشهری یاد کنم. به هر حال زنجان شهر دانشمند پرور و پر از معرفت و علم و زیبایی هاست. همه استانها و شهرهای ایران این گونه‌اند، ولی خب بنده افتخار دارم که این همشهریان بزرگ رو در واقع در بزرگداشتشون، در تکریمشون، در جلساتشون، در جشنوارهشون با افتخار حاضر بشم و دقایقی وقت شما بزرگان رو بگیرم. بهانه بود یاد کنم از شهید شهریاری که دیروز 8 آذر ماه 11مین سالگرد شهادتش بود و همچنین یادی کنیم از شهید فخری زاده که 7 آذر اولین سالگردش بود. و اینکه در یک چنین جمع بسیار صمیمی و پر انرژی حضور پیدا کنیم، جمعی که در اونجا نیکوکاری، احسان، علم، اخلاق و معرفت با هم آمیخته شدند. مولای متقیان می‌فرماید رأس الایمان الاحسان الی الناس. میدانید ما در دینمون ایمان رو بالاترین مرتبه بندگی و خداشناسی میدانیم. انسانی که ایمان اول باید بیاورد، بعد به سایر وظایف دینیش عمل کند.
همه جا یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات و الی آخر. ولی رأس ایمان نیکوکاری است بر مردم. کدام مردم؟ به هر حال همه درجات و معرفتها و علوم مراتبی دارد. حتی ما در این مراسم بزرگداشت شهید شهریاری سخنرانی داشتیم که فرمودن شهادت هم مراتبی دارد. یک موقع است یک دانشمندی شهید می شود که مداد او خودش افضل از خون شهدا هست. مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. خب این شهادت مرتبه بالایی دارد. صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل. خیر مقدم عرض می‌کنیم حضور جناب دکتر مقیمی ریاست محترم دانشگاه تهران رو. بله، شهادت وقتی مراتب دارد حتما ایمان هم مراتب دارد و سایر اعمال انسان هم مراتبی دارد. این که نیکوکاری کنیم به مردم رأس ایمانه. کدام مردم؟ خب بدیهی است وقتی که قرآن ما انسان رو به عنوان یک مشت خاک به علاوه علم تعریف می کند. یک مشت خاک به علاوه علم از خلقت انسان می شود انسان. من فرصت نیست، به من 10 دقیقه وقت داده شده که شعر مولوی رو برای شما بخوانم راجع به خلقت انسان. خودتان بهتر از من میدانید. جبرائیل امین وقتی که خواست مأموریت یافت بیاد خاک از زمین بیاره، خاک خود را برکشید و شد حاضر نبود بیاد به عنوان زیرساخت انسان قرار بگیره، چون انسان ابتلای خیر و شر هست. ولی خب وقتی که انسان به علم آمیخته می شود، بهر آن لطفی که حقت برگزید، کرد علم لوح کل بر تو پدید، تا ملائک را معلم آمدی، دائما حق را مکلم آمدی. انسان وقتی که به علم آمیخته میشه بالاتر از ملائک و هم کلام خداوند می شود. به چنین مردمی نیکوکاری کردن مراتب بالای نیکوکاری است. رأس الایمان الاحسان الی الناس. کدام ناس؟ کدام نیکوکاری؟ حتما به علما، به دانشمندان جوان، به اندیشمندان نیکوکاری کردن بهترین نوع نیکوکاری و رأس ایمان هست. این از نگاه دینی. از نگاه خارج از به اصطلاح برون دینی صحبت بکنم در 2-3 دقیقه. واقعا خداوند به ما کرامت داده، خداوند به ما لطف کرده که مسیر ما رو مسیر دانشگاه علم قرار داده و اون انسانهایی که در مسیر علم کار خیر می کنند. علم خیلی خیلی زیباست. هر آنچه که داریم از علمه. هر تحولی در اثر علمه. هر اقتداری در اثر علمه. اگر عنکبوت همچنان خونش رو مثل چند هزار سال پیش میسازه چون علم نداره. فرق انسان با سایر مخلوقات فقط در علمه. ولی انسان هر روز تغییر میکنه، در زندگیش تحول داره چون به علم متوسل میشه. در علم هر گونه کاری زیباست. من خیلی عذر میخوام، در ساحت دانشگاه تهران میخوام یه قصه خیلی کوتاه سوبرامانیان رامان رو به شما عرض کنم، برنده جایزه نوبل. ما 3 جایزه برنده جایزه نوبل از منطقه داریم، از جهان سوم. یکی چاندراساخار هست و اهل هند و سوبرامانیان رامان، و یکی هم عبدالسلام پاکستانی، خداوند رحمت کنه، بنیانگذار ICTP. ایشون در سال 59 ما برنده جایزه شد. عبدالسلام صحبتش رو در مجله فیزیک تودی چاپ کرده بودم. من دانشجوی سال 3 لیسانس دانشگاه شیراز بودم. صحبتش رو همون موقع ترجمه کردم، در مجله دانشمند چاپ شد. با اشهد ان لا اله الا الله صحبتش رو در اون جمع خطابه جایزه نوبل که دانشمندان درجه 1 فحول جهان در اونجا هستند شروع میکنه و با ربنا تقبل منا پایان میاره در مجله فیزیک تودی.
چون اون جایزه‌ای که بهش داده بودن اهدا میکنه برای تأسیس ICTP و میگه خدای از من قبول کن. سوبرامانیان رامان هم یکی دیگر از این هاست. ایشون در خطابه جایزه نوبلش اینگونه میگه، در واقع میگه من پاسخ به یک سوالی که قبل از سخنرانی کرده بودن که شما این همه سنگ‌های قیمتی رو از کجا آورده بودید، چون ایشون لیزر کار میکرد، اسپکتروسکوپی کار میکرد و با سنگ‌های قیمتی لعل و زمرد و فیروزه و ارزم به حضور جواهرات مختلف. میگه خب من مهاراجه بودم، به من مردم کمک میکردن، خودم میخریدم، هدیه میدادم به من، ولی یک بار یک سنگ قیمتی رو پشت ویترین دیدم، هر کاری کردم صاحب این سنگ اینو به من نفروخت، نه هدیه کرد، حاضر نشد. میگه من نقشه کشیدم، این سنگ رو دزدیدم. و در اون خطابه اون همه جمع به ایشون دست میزنند. واقعا در راه علم حتی کار خلاف ناشایست هم که ایشون در اون سطح انجام میده مورد تشویق قرار میگیره. خیلی زیبا ساحت علم. ما شکرگزار خداوند هستیم که این مسیر رو طی کردیم و این انسانهای عزیزی که مثل آقای مهندس جمیلی که بنیانگذار بنیاد جمیلی است. من از ابتدای کار در زنجان در جریان کار بودم، همون موقع که ایشون تازه شروع کرده بودم و من در اون دیار بودم. با قلبی پاک، با عشق، با نشاط، چون اونهایی که مالشون انفاق میکنن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا هیچ وقت حزن ندارن، همیشه شادند وقتی که مالشون در راه خداوند انفاق میکنن، در راه خیر انفاق میکنن. آقای مهندس جمیلی قطعا لذت میبره از زندگیش، تلاش میکنه، بسیار انسان پرتلاشی است. من شاهد تلاش‌های ایشون بودم. انسانی زحمتکش، از جایی خیلی محروم آمده به این جا رسیده در سایه عقل و فکر و تلاش، ولی عشقش به اینه که از دستاوردش در راه علم خرج کنه و کمک کنه به عزیزانی که صاحب ایده هستند. و ما امروز به شدت محتاج چنین آدم‌هایی هستیم. سال بعد سال جهانی علوم پایه است. من جسارتاً دبیر شورای سیاستگذاری سال جهانی علوم پایه هستم. ما این حرکت‌ها رو گزارش خواهیم کرد به جهان. من همینجا خواهشم این هست که جناب مهندس جمیلی سال بعد تمام فعالیت‌هاش در حوزه علوم پایه با تیزر سال جهانی علوم پایه انجام بده و ما اون رو به دنیا گزارش کنیم. اصلاً علوم پایه که محصول فوری نداره، که علوم انسانی، علوم پایه گاهی اوقات 50 سال طول میکشه به محصول برسه. اینجور میدانها و اینجور عرصه ها رو کمک کردن فقط عشق و دل میخواهد. سال 1900 کجای بازار جهان به مکانیک کوانتوم نیاز داشت؟ کی در بازار احساس میکرد که برای حل معضلاتش به مکانیک کوانتوم نیاز داره؟ ولی امروز کجای صنعت هست که از مکانیک کوانتوم تاثیر نپذیره؟ علوم پایه اینجوریه. باید دولت کمک کنه. خیلی کم سرمایه داران حاضر میشوند بیان به علوم پایه کمک کنند، به علوم انسانی کمک کنند. همه جا توصیه میشه دولت و مجلس باید کمک کنه، که من همینجا از این تریبون خواهش میکنم و تشکر میکنم از جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهور که اخیراً قبول کردن که صندوق علم و نوآوری در شورای عالی عطف تشکیل بشه. سالها بود ما دنبالش بودیم، خیلی کار خوبی شد. دولت باید کمک کنه. اینکه انسانهایی حاضر میشوند از بخش خصوصی بیان از علوم پایه حمایت کنن، اونم حمایتی در این سطح، در این گستردگی که شاهد هستید، این دل میخواد، این عشق میخواد. من آرزو میکنم آقای مهندس جمیلی از زندگیشون خیلی بیش از این لذت ببرن و خیلی بیش از این حمایت کنند و هزینه کنند در راه علوم پایه. برای ایشون آرزوی توفیق دارم و بیش از این وقت شما را نمیگیرم و السلام علیکم و رحمت الله.